خب مجبور بودم کبوترها رو کم بکنم و مجبورم الان اونایی که مولدن و خب بالاخره یواش یواش چون گنجایش هم اینقدر نداریم که کمیشون بکنم. یه روز رفتم نشستم باشون به صحبت کردن و معذرت میخوام به گریه کردن. اومدم جدا بکنم که کدوما رو بگیرم. گیر میکنی نمیشه، واقعا نمیشه. نشد مهندس. رفتم در 12 تا کبوترایی که برای زیر پا بودن و گرفتم انداختم بیرون تو حیاط که مثلا اینا کم شن. به هر کجای این نیبندی ها نگاه کردم دیدم من با هر کدوم اینا یه خاطره دارم. چجوری میتونم از اینا دل بکنم؟ کسی مگه از عشقش، از بچهش، از زندگیش میتونه دل بکنه که بتونم از شما دل بکنم؟ و اون روز یه روز خیلی سختی برای من بود و هنوزم نتونستم اون کارو بکنم. آقا خب مجبور بودم کبوترها رو کم بکنم و مجبورم الان اونایی که مولدن و خب بالاخره یواش یواش چون گنجایش هم اینقدر نداریم که کمیشون بکنم. یه روز